یوری تجلی را چیز زنه یوری تجلی جب زنه شما در اینجا هستید نیازی تو با من بیا نیازی تو از اینجا پیش رای آنها رو گرد هر چیز رو دست دارم واتاز لیلا را به کجا بردید؟ کاری تو نباشد. اگر من می بودم فکری او را نیو فکری خودم را میکردم. با چی کار میکنید؟ آقای مسهر به تو باور میکرد، به تو اعتماد داشت. در آخر همه به اصل حقیقت برمیگردد. راست میگی. زنا پاکزاده ندارید امید که زنگی به شستن نگردد سفید. اما واتاز تو جواب این خیانت را خواهی داد. فهمیده؟ متاسفانه کسی نمانده است که از من حسابات پرسد. از تو هم خلاص می شویم. کسی نمی ماند. اکنون تنها ما موندیم. از پسی کار شدن لازم. جناب شما همیشه دو شش می پرتوید. زر بازی باشد ما هم کنی پرتوییم. دیگه زر بدون کپیتان پرتوفته می شود. بین یکی تو رو کشتن میبرند. آیا آخرین مراتب سخن گفتن میخواهی؟ افتش را دیده خودم را خفه کردنی نیستم. زود ببرند. یک دوری زمان دیگر هم خاتمه یافت. اکنون نه مسهر، نه لیلا و نه یگید به سرمان بالا نمی شوند. کدام قوهی که زیدی ما برای دست و پایش را می شکنیم. اما این راه های پر از خار را برای سروزیر شدن تو تشکیل می کنیم. در این راه به باغ بخور رفتن احتیاج داریم. من در مقام سروزیری شخصی مشهور می شوم. این را خواهید دید. پیکاس کوشش تو را دیده محض برای این کار تو را نامزد به سروزیری انتخاب کردم. من هم نقشه کردم که تو را یک شخصی افسانوی مشهور کنم. انتظار نشوید، شما را شرمنده نخواهم کرد. ایستا ماشینی در پیش بوده رو پیگیر باش. زودتر اکا قسم میخورم که سالهای دراز میشود این آدم تاکسیچی میباشد. آرزو داشتم که یگان روز یگان کس با من گوید که ماشین پیش رو پیروی کن. الله اکبر. برادر چیو میگویی تو؟ کاری خودت رو کن. اینجا فیلم بنوار نمیگیریم. زودتر پیگیری کنین ماشین. اکا محکم قبید. الان نیازی او با یک تاکسی سوار شد. به راه شیوریالو میرود. با تمام آدم ها خبر ده. چی؟ نه رقم ماشینش رو دیدن نتوانستم. گبزن تمامی راه رو ببندن. هر چی زودتر باش نیازی. تو پیش خودت رو نگاه کرده کارت رو کن.
تروریست نیستی؟ بله. تو هنیق تروریست چی میباشی؟ نتر نه، بلکه مجادله علیه ترور. اگه آیا تو میدونی که ترور چیست؟ حالا گوش کن، این عقیده من میباشد. همش فکری شخصی خودم است. برای پیشرفت اقتصادیات ترک گروهی رزیل آماده کن. فهمیدی؟ حرف اولش رو یک جمانی چی میشود؟ ترور. گوش کن برادر، ماشینی در پیش بوده رو پیروی کن، نباشد رو گم میکنیم. آقا برایشون رو پیروی میکنیم؟ یک زن رو پرانده است. کدوم زن رو؟ خدایا توبه. گوش کن، اگر خب کنی گپ میزنم. میلش، من دیگر دهانم رو نمیگشایم. عزیزه گفتن یک زن هست. خدایا. من این زن رو میدونم. زنی که یک فاند دارد، کودکان رو میخواناند. اگر تو با آدمی میفهمیدگی که میزنی، من پروفسیونالی سوءقصدهای سیاسی میباشم. امروز کدام روز است؟ برادر تو با پیش نگاه کن، ماشینی در پیش بوده رو پیروی کن. اکا این بسیار مهم است. چهارشنبه. بله میدانستم. چرا میدانستی؟ سوءقصدهای روزهای چهارشنبه بوده رو باز این اشخاص کجا برآوردی؟ گوش کن اکا. خیرم عباس کدام روز کشته شد؟ چهارشنبه. میگردن، گم نکن آنها را. یشرف بیتلیست کدام روز کشته شد؟ چهارشنبه. غفار آکا باوریت نمی آید، اما او هم روز چهارشنبه. از اینجا بگرد، به طرف راست. بگرد. زودتر. با اجازت شما از اینجا با تمام روشنفکران این سرزمین گشرز میکنم همه را برای اعتراض کردن این سوءقصد دهشت‌آور دعوت میکنم. امروز نه تنها یک فرشته را پراندند، با این تیر کل روشنفکران و شخصان لیاقتمند را پراندند. قوه‌های تاریک فکر تمام سرزمین را وجب به وجب از خود کرده ایستادند، و تمام مکانها پاش خورده ایستادند. قرار نیست رفیقان سرجم شوید بر ضد این تاریک فکرهایی که پاش خورده وطن را زیر تاریکی میگذارند مقاومت کنیم. به آنها نشان دهیم که این دولت به صاحب نیست. برادران، لازم شود تن به تن جنگ میکنیم. به جهانیان نشان دهیم که این سرزمین ما است. از همه حمله خوب این هست که کسی نفهمد که این کاری کرده ما می باشد. مثلا شخصان 10 سال در محبس بوده را آزاد کردنشان برای ما نعمتی بزرگ شد. تا حال 1000 نفری که آزاد کردند، اکثریت آنها به ما پیوست شدند. بران بزرگ بعضی ها ادعا میکنند که این دعوا تمام نشود و در طول 10 سال گروه مخصوص هم تشکیل کردند. مثل سالهای 91 و 92 یک تشکیلات کانتر سازیم. این معنای آن را دارد که مثل سال 93 روحیه خود را بازپس به دست می‌آوریم. با روحیه سال 1993 با شدت احتیاج داریم. در این سرزمین یک تبادلات با شدت و از پسش نظارت را باز به دست خودمان گرفتن شرط است. در این سرزمین علل خصوص مقامات محکمه را زیر تصرف خود نگیریم. شخصا خودم دیدم که کارهایمان پیش نمی رود. اگر حجت هایی که باید نیست کرده شود نابودشان کرده نتوانی، شخصانی که باید آزاد کرده شود آزادشان کرده نتوانی، شخصانی که باید محکمه کرده شود و تو آنها را محکم کرده نتوانی، پس تو بزرگ نه یک بازیچه خوردکک می باشی. حادثه برادرمان حاضران این را نشان داد که شما بیمارخانه عدلیه را نیز صرف نظر گرفته اید. حاضرال برادرمان لایق رئیس جمهور شدن در این دولت بود. سالهای دراز نقشه کشیده او را روشنفکر را با استعداد کرده بودیم، اما روز یک داستان برآمده حاضرال را از دستمان کشیده گرفت. جناب، به شما وعده می دهم که اگر در انتخابات ماه ایون سروزیر شوم تمام قوام را صرف می کنم که آقای حاضرال را رئیس جمهور تعیین کنم.
20. نگران نباشید اکا، مسافه رو همان قدر که گفتی نگاه داشتم. ما رو نفهمیدن. چند پول میشه؟ این خیلی نگوید اکا، خدمت با پلیس این خدمتی وطن است. در حیاتم نمیگیرم. خوب مالش، تشکر. اکا من با تو میروم. تو به نزدیکترین پاس برو. با اینجا پلیس رو روان کن، فهمو؟ بگو که سردار امنیت نجیب سردار روان کرد. نه اکا، تو رو تنها روان نمیکنم. تو امانت من میباشی. با تاکسی من سوار شدن تصادف نیست. این تقدیر بود. دیگر تقدیری هر دویمان مثل پیشین نمیشود. بوی بلا را حس میکنم اکا. این قبخان میباشد. تنها نرو اکا. یک بار غفور آکند رو فکر کن. و تو چیزی که گفتم همون رو بکن. هرگز از پای من نیا. فهمیدی؟ این آدم در اینجا چیکار میکند؟ آخر و یکیت است. تا دمی سحر در اینجا میشویم رفیقان. سحر که شد از حکومت آید این سوی قصد وحشیانه حسابات میپرسیم. با تمام بیناهای حزب سر اقتدار بوده میدراییم. همه کارهای مخفی آنها رو به خلق افشا میکنیم. این مراتبه مثل دیگر وقتا نمیشود. از کارهای آنها با خبر میباشیم. ترکیه آزاد است. ترکیه آزاد است. ترکیه آزاد است. ترکیه آزاد است. نیست بر هیچ نام. ترکیه آزاد است. بر هیچ جان. رفیقان یک دقیقه خاموش سه. برو گوش کنید. حالا از بیمار خونه خبر دادن خانم عزیزه. متاسفانه احوالی خانم عزیزه تا حال خوب نشده است. تا برگشتنی خانم عزیزه مقاومت ما ادامه خواهد داشت. ترکیه آزاد است. اکا کاری خانم حل شد. شنیدم. تمام رادیوها درباره او سخن میکنند. اما خانم نمرده است. نمرده است. نمرده است اکا؟ آه. آخر من او را پروندم. در همه جا پلیس ها بودند. کارم مشکل شد. مایلش خیر. حالا من چیکار میکنم؟ در کجا پنهان میشوم؟ من یک جای میدانم. مکان امنیت. کجاست؟ من در حال روم. تگ خاک. چی؟ اکا چیکار میکنه؟ التماس میکنم سلاحتان رو گیرید. جای شوخی نیست. رفتن یک گیرد و اطراف رو بینن. ببین. اکا چیزی که گفتید کردم کو. او را پروندم. باز از من چی میخواهید؟ قانون این کار همین خیل است. این را میدانی؟ شخص قاتل را نیست کردن. این وطاس چه شد که در حال تغییر یافت. عقل انسان نمیگیرد. اما که نوبکار دیدی؟ هر شخصی که به این کار آلوده می شود لاف می زند که به من هیچ چیز نمی شود.
حالا باشه نوبتی تو آمده است. دست و پای او را ببندید. او را زنده به زنده میگورانیم. جاهل ابله، تو چطور به این خونخوارهای خائن باور کردی؟ آخر آنها با اغوا و دسیسه تو بر این نابکاران قدی کوچه را باور میکنند که گویا آنها اولیایند و وطن را نجات میداده باشند. یگیت، تو هرگز تغییر نمیابی. تو چرا با ما خیانت کردی وطاس؟ مگر آدم دویم بودن برایت ناگوار بود؟ شاید برای آن که زیر فرمان من عمل میکردی. من هرگز از تو فرمان نگرفتم. دانسته باش من یگان گناهی ندارم. تو یک آدم نابکاری هستی. نزد آنها برابری پشه قدری نداری. سلاحت را پرتاب وطاس. چه توفه تقدیر. تو از کجا بر آمدی؟ از یگانجا نبر آمدم، با تاکسی آمدم. سلاحت را پرتاب وطاس. تو سلاحت را پرتاب، نباشد رفیقت میمورد. او که مرد تو هم میموری. و تو گفتم سلاحت رو پرتاب. و تو گفتم سلاحت رو پرتاب، وگرنه مغزی سرت رو پاش میدیم. سبیل ماند این کار در نقشه ما نبود. و تو میگویم سلاحت رو پرتاب. سردارم، به هر حال ما رو میکشند. پس بهتر نیست که وطاز را با خود ببرد. یکی راست میگوید نجیب، من هم میشدم میسنجیدم. من کمی تحمل کردن رو انتخاب میکنم. گیر. سلاح را بردار. سردارم اگر کمی صبر میکردید این کار حل خود را میافت. یگان مراتبه دیگر. یگان کسی دیگر نیست؟ برایت شما تنها همین قدرید. من از شما نمیترسم. برایت نیتمان یکیت بود، در نصیبمان نجیب شد. باور کن برای ما لاتا نجیب سردار برآمد. تشریف کرده ما را شاد کرد. یگید یگان کس گپ میزند؟ من چیزی نمیشنوم. گویا ویزویزی کدام حشراتی باشد. و گمانم که پشه هست، پشه سیاه. چی گپ شد؟ در حال بیاید اگر نباشد این دختر همه ما رو نصف میکند. گریخت؟ نه گریخت، از اینجا گریختن نمیتواند. اما در اینجا 2 نفر رو ماندیم. چی او را داروی بیهوش میکردگی ندادید؟ دادیم اما بهانه بیهوشی کرده همه ما رو نابود کرد. احمقان، از عهده یک دختر برآمدن نتوانستید. من کمتر پس میآیم. اکا با کجا؟ من باید بروم. اونها رو چیکار کنیم؟ شما سر و کار گیرید. هر دویشان را زنده به زنده بگورانید. پس این بیشرف نصیبی ما بوده است.
خود گیر مرحمت. فراموش کنید این تیری 14 سانتی متری که در دستم میبینید اگر بستر در آید از طرف دیگر 7 سانتی متر سوراخ کرده میبرد. دانسته گیرید. آفرین به تو تشکین. آدمی با فراست بوده. رفته با پلیس خبر نداده وقتی خود را ضایع نکردی. یکی درو کشو. دست یکی درو کشو. سردارم این دیوانه را از کجا یافتید؟ آیا شناسه هم یکم وقت با حق بودند؟ در تقدیر من همه دیوانه ها میخورد. کجایی که یک انسان سرویرون است آمده مرا مییابد. باید لیلا را پیدا کنم. شد یکیت. پس با آدم های خودمون خبر دهیم تا آمده اینها رو ببرند بعد باقی کارو میبینیم. حرکت نکن. کنی گپ زن. با من چقدر دورو گذرانیدید. گپ زن وگرنه سرت رو پورا میکنم. گپ زن. یکی در کجاست؟ یکی کجاست؟ اما ترسید نکرد. حاضر به همه شما نشون میدیم. گپ زن. یکی کجاست گفتم. نمیدونم. با خدا نمیدونم. میدونی نو بکار میدونی. گپ زن گفتم. یکی کجاست؟ گپ زن. اکا در وقتش آمدی. به این حالشان نظر کنید. احمقانی نو بکار. کنی خیز خیز. دیگرها در کجا هستند؟ نست و نابود شدند. کوکبزن لیلا در کجاست؟ نمیدونم. میدونی؟ با تو میگویم که میدونی. اگر گپ نزنی از اینجا سلامت نمیبرایی. خدا نمیدونم اکا. به این هم خدا جزایی تو را داده است. گپ زن. لیلا را در کجا پنهان کردن؟ گپ زن. با من نگفتن اکا من نمیدونم. گوش کن. حاضر تو را کشاله کرده به مزار میبریم. زنده به زنده میگرانم. فهمیدی؟ با تو میگم که فهمیدی یا نه؟ ها؟ یگان تغییراتی است آقای دکتر؟ هرچی از دستمون اومد کردیم. تا حال منتظریم. بس است آقای مظهر. خیز اکنون خیز. التماس مرا تنها نگذار. چشمهایت را کشو. خوش آمدی جناب. خوش باشید. تا حال به خود نآمده است. هرچی از دستمون اومد کردیم. امکانیت از 150% است. انشالله. انشالله. یگید نیست؟ اینجاست. در همین جایها بود. یگید و دیگران کسی که هست همه رو جمع کنید. یک مسئله مهم است باید سخن کنیم. مایلش خوب شد از جناب. این چی است میدونی؟ من به تو میفهمانم. دستگاه برقی برای به کار در آوردن دلهای از تپش مانده. اما اگر به یک دل سالم گذاری آیا میدونی که چه میشود؟ میدونی چه میشود؟ اول نبض را ویران میکند، بعد آهسته آهسته قلب را از کار میبراند. برای همین به خوبی جای لیلا را با من بگو. خودتر گپ زن نگویم. بعد تو به خوبی فهماندم نشد. اکنون از خودم گیره کن. التماس. اکا تو چیکار میکنی؟ نبض انسانی دل این برادر خراب شده است. آن را باید تعمیر کنیم. خیری اکا مون این راز برای خدا. سردار آمده است. سردار گویی که کار دارم. صبر کند. اکا تو دیوانه شده ای؟ یگان ره گذر نه. سردار آمده است. سخنهای مهم دارد. گفت که همه را جمع کن. آخر چی میخواسته است؟ بگمانم اوید آقای مظهر. حالا میآیم. زود باش. گوش کن، با تو کاری من حالا تمام نشده است. کمی پس باز میآیم. تا آن وقت با تو امکان میدیم که فکرت را عوض کنی. اگر از فکرت باز نگردی دانستمان که امشب در مزار میخوابی. فهمیدی؟ در مزار میخوابی. اکا او یک کمی دیگر دیم این دختر میمیرد. یگان چیز نمیشود. غمش را نخور. در اینجا چی کار میکنید؟ لیلا رو میخواهیم به صف آدمان داخل کنیم. به صف خودت؟ بله به صف خودمون. دیگه چی شد؟
оидио хабарҳои бад аст. Вақте ки Лайло дар ин ҷо нағмабозӣ кард, ман омадам. Наҷиб ва Йигит гурехтаанд. чӣ хел шуданашро намедонам. ягон касро асир гирифтанд? 3 нафар дар дасти онҳост. Йигит як кор карда онҳоро ба гап медарорад. ин кори хуб нашуд. пас дар ин ҷо будани Лайлоро ҳам меомӯзад. бале, бохабарем. барои ҳамин амниятро пурзур кардем. набошад барои амалиёт намеарзад. Лайлоро бо бомба баста ба намоиш равон кардан хавфнок мебошад. чӣ кор кунем? набошад нақшаи беро ташкил кунем. чӣ будааст? Йигит ба ин ҷо меояд. ҳар дуяшро бо Лайло бум ба ҳаво мепаранд. мо бошем барои тамошобинон як кори хуб кардагӣ мешавем. бисёр фикри хуб. тибқи гуфтаи Пикас мекунем. ба Йигит хиёнат карда ӯро як маротиба кушта будӣ. аммо ин маротиба дар ҳақиқат ӯро мекушӣ. خواهیم برادران محترم، حادثه آقای مظهر که ناگهانی رخ داد همه ما را خیلی غمگین کرده است. برای او همیشه دعا میکنیم. اما چنانه که میدانید این کشور در یک مرحله خیلی دشوار وجود دارد. علل خصوص پیش از انتخابات ها همه را یکسان کرده با تبر و تیشه، تیر و طوفان و با تمام قواهایشان حرکت میکنند. این وطن تا به امروز از پشت این خیل سناریوهای سیاه و تاریک قوه زیادی را از دست داده است. اقلا این مراتبه نگذاریم که ملت را نشنند. شما برین استخباراتیان با شعور از دیگر وقتها باید پرقوت‌تر باشید. سخنرانی او با من چندان تاثیر نکرد. کابینه امروز چی میگوید؟ برای سلامتی آقای مظهر این سحر با آقای سروزیر و یک چند کارمندان بالا مقام یک جا آمدیم. از این سبب توصیت شدن آقای مظهر با سر استخبارات مخصوص قرار دادیم که دیگر شخص را تعیین کنیم. این شخص یگیت گندوزالب می باشد. آخر شما چی ها میگویید جناب؟ من یگان چیز نمیگویم. فرمان از بالا همین خیل است. تا وقتی که آقای مظهر در قید حیات است من اجرا کننده وظیفه او بوده نمیتوانم. یگیت این موضوع برای بحث کردن کشاده نیست. برای این وظیفه تو را فکر کردیم. وقتی که آقای مظهر صحت شد تاج سرمون می شود. بعد این موضوع را باز بررسی میکنیم. موضوع محکم شد. میگن که اجرای فرمان شرط ادب است. اول مقصدتان را نفهمیدم. اکنون مثل اینکه گویا با قضیه سرفهم میروم. خب مالش مادامی که فرمان چنین است اطاعت خواهیم کرد. اجرای فرمان کاری از دستمان می آمده را کاملا به جا آوردن این قرض ماست. به همه برای کار میخوام. سلام تشکر. خداوند مددگارت باشد یگیت. تشکر جناب. چی اکا با فکرم که در انتخاب یاردمچیت مشکلی نخواهی کشیده. مثل من یاردمچی خوب نمیابی. گوشتن خیلی آقای مظهر چی میگفتند؟ چی میگفت؟ وظیفه را نه به کسی میخواستگی بلکه به کسی میدیند که او مسئولیت را احساس میکند. مالش کو همه از پی کار خود شوند. همه کارها مثل پیشینه ادامه خواهد یافت. باید اول لیلا را یابیم. اطاعت سرکار. کنی برادران زودتر کارتون رو نشان دهید. خیلی با من بیا. این آدم را باید زودتر به گپ درآوریم. مایل شکر. من یاردمچیتون شدم. می آیم. آقایگی. آقا کلمه آقا بسیار خوب است. احوال او چه خیل است؟ تو حال وزنین است.
یک روزی دیگر گذرد احتمال خوبتر می شود. خداوند شفا دهد. تشکر. سردارم نویگری های شده است. بخیر است؟ سردارم شخصی که خانم عزیزه را پرانده است پیش از پراندنش کلمه تکبیر را به زبان آورده است. نیاز اینها همیشه همین گونه بازی ها میکنن. راست میگوید، اما این مراتب روی شد سردارم از مقامات مواد مخدر معامر زنگ زد. وقتی که در تلویزیون دید با ما خبر دادم خواست. 2 مرتبه برای مواد مخدر دستگیر شده است. 1 مرتبه دیگر در عملیات قماربازی به دست افتاده است. یعنی که تمام نامقبولی را کرده است. نپرسید سردارم، از همه طرفی بدش چیست میدونید؟ اگر حاضرین آدم رو گوید که 5 شرط اسلام چیست حتی 1 تاش را هم نمیدوند. پیش از این هم در یک حمله تکبیر آورده بود. سببش در چیست که در بین آدم های بسیار تنها 1 کس شنیده است. باز نقشه های پیشینه. بله سردارم، اما همیشه خلق ما به این باور میکند عیبی انسان های ما میباشد. خیر، حالا چیکار میکنیم سردارم؟ اگر در کار شود من سخن میکنم. خوب شده سردارم. در نزد وقف فاند خانم عزیزه آدم های بسیار جمع شدند. پلیس ها را باشد با آنجا روان کردیم. فهمو. حالا باشد گروه دویم هم در راه میباشم. برای اغوا کردن از پلیس ها انتظاری زد و خورد میباشم. و رفیقان آگاه کردن در کار که ضد اغواگری پیشگیری کنند. فهمو سردارم. من نوربانو رو خبر گرفته میآیم. تو از پی کارت بشو زودتر. مایلش. یک روی نکن، گپ زن، مرده زنده میشوی یا اینکه به گپ میدروی، فهمیدی؟ اکا من نمیدونم، با من هیچ چیز رو نمیگویم. میدانی، خوب فکر کن، میدانی. گپ زن، مرا دیوانه نکن میگویم. اکا قسم بزن و فرزندم میخورم که نمیدونم. بیشرف، گپ زن میگویم. ای دروغ میگوید بیشرف، خانه‌دار نیست، فرزند هم ندارد. همین خیلگوی؟ بله. پس من با این خیل دروغگوی باید چیکار کنم؟ من چی گویم؟ اول او را با برق میمونیم، بعد دندانهایش را میکنیم، با این یک رویش گوشهایش را میبریم، بعدا سرش را سوراخ میکنیم. این طور باشد. اکنون نوبتی تو خیری. شدت برق را کو زیادتر کن. زودتر. اکا باز نمورد. مرد مردن گیرد. خاص کم و جهان پاک. نه بسیار خوب. التماس اکا نکوشد، التماس. خب کن. خب ایست در یک تخانه به یک تخانه بردن در کوچه ای همینی فندی رقم 16 مرا نکشه. سگ بچه به این هم حس میکردم که تو میدانی. خیلی من رفتم. از جد نجو آقای گید. اکا من هم با تو میروم. تو کار دیگر داری خیری. من چی کار کنم؟ در همین جا ایستم؟ به فرودگاه میروی خیری. دختری آقای مظهر را پیشواز میگیری. او امروز میاد؟ زودتر دختر همین لحظه باید فراید. مایلش میروم. خودت را احتیاط کن. جانم یک توی من فرشته من شال دارد. شما در اینجا چی کار میکنید؟ با کدام رویتان به اینجا اومدید؟ دخترم نشناختی مگر؟ من دادت میباشم. البته شناختم. برای همین قدر پرسیدم. دخترم تو چه ها میگویی؟ همش رو میدونم دادا. بابایم نقل کردند. چی را میدانی دخترم؟ اگر شما نمیشدید شاید من رو نمیپروندند. قریب بود که از پشت شما میمردم.
سلام همشیره. نوربانو تا حال در خواب است؟ بله خوب است. در نزدش یگون کس هست؟ نه به فکرم نیست. سلامت باشید. خدا شفا دهد. بابایم برای من با گفتگو به جگر رفته بودند. شما باشید مانع او شدید. دخترم خطا فهمیدی. باید اصلا انسان‌های بیچاره را گرفتنی بود. انسان‌های بیگناه را میکشت. باز چی؟ بابایم در حیاتشان این خیل کارو نمیکنند. شکر که شما را گوش نکردم من را از دمی مرگ نجات دادند. گوش کن دخترم، اینقدر گفتنیم که تو اول به خودت بیا. همش رو یک به یک با شاهدانش اثبات میکنم. کی دروغگوی است و کی راست میگوید همش عیان میشود. علاوه بر این باید از بیمارخانه نبرآمده این سخنها را ناجا گفته است پیش از محل. از اول فرصت میگفتید که با بابایم تهمت کنید. بس کنو. بس. گوش کن، همه اینها دروغ می باشند. اینقدر عذاب لازم نیست. آرام شو. مثل گفتم همه چیز شاهد دارد. دلیل‌هایش هم موجود است. کی دروغگوی باشد عیان می شود. التماس خودت را ناراحت نکن. آرام شو. دو ثانیه؟ بله تنها 2 ثانیه. به این هم از دستت نجات نمیابم. بمون تا آخران خواهشم رو بکنم. اجازه ده تا یک سیرم رو به او بگویم. خب مایلش زودتر باش. چیزی که میگویی بگو و میروی. خدایا خداوندا چرا و این خیل گفت؟ و تا زودتر شویم خوب می شود. کمتری دیگر موند. تو با این بینای در و برایمون بوده جایگیر شو. چیکار کردن یگیت رو میبینی؟ اگر این مراتبه از اینجا برایت کار تمام میکنی و هیچ کجا برآمدن نمیتواند. خواطر نشوید. دیشب چی گپ شد؟ بله خطاگی شد. دیگر نمیشود. مایلش وقتی که یگیت مرد تو با دیگران خوش میشوی و نزد نمایشگران میروی. چی کار کردنت را میدانی؟ میدانم جناب. کنی زودتر برآمد تیاریت را بین. اطاعت آنجا. و تا حال تمام نشد؟ کمک که دیگر حاضر تمام می شود. تو یک خری احمق می باشی. دادا شک نکرده از دروغگویی بیزار نشده ای مگر؟ خود بیاید دادا. ای آدم یگان سر شم داری یا نه؟ دادا سردید سردید بابا دستم ایستادن رو نمیخوری سرده دادا. شما چیکار میکنید؟ التماس به بیرون برایید. خواهش میکنم به ما رو ناراحت نکنید. دخترم نوربانو جناب التماس به بیرون برایید. نوربانو جناب التماس ما رو مجبور دختری نکنید. من است. میخوام در نزدش باشم. جناب خلال نرسونید تا اینکه به دخترتون یاری رسونیم.
باید با خواست خودم عمل کنم، وگرنه لیلا را برآورده نمیتوانم. بعضی سرها را باید ببارم. شخصی در هدف بوده در کجاست؟ کارو تمام کنم. اجازه ده به درون درآید. اگر که برآمد پر انتظار امر شمایم. عجبا سر کی بریده می شود؟ از پیکس و تاس یا گفت که هر دو؟ کو ببینیم. چه خیل می شود خانم؟ نه بیرام صحت می شود. جناب شما نگفتم که به بیرون برایید. چرا تو حال در اینجایید؟ من گمان کردم که دیگر آدم را پیش کرده. جناب چرا یک روی میکنید؟ چه خیل زیبایی که من خوب شد. گوش کنید جناب، به شما گفتم که به بیرون برایید. التماس به ما رو به راحت گذارید. خواهش میکنم به بیرون برایید. زودتر برایید خلال نرسانید. گپ زنید همشیره. دخترم شیل است. خوب شد؟ با خودش آمد؟ احوالش حالا خوبتر شد، اما التماس دخترتان را ناراحت نکنید. اگر خواهید در حال خوب شود او را تنها گذارید. من کی میتوانم دخترم را ببینم؟ امروز کمی استراحت کند، فردا با دکتر هوا خورید. اجازه دهند بعد میبینید. وای بر تو، ما را روز ندادی. اینقدر آدم یک رو بوده ای. مرا گوش کن سینان، سخنهای تو دیگر تحمل ناپذیر است. خاطر دخترم نباشد سرت را پاره پاره میکردم. بعد در محکمت رو میبینم پاره پاره کردن گیر. آقای سینان، امتحانی من با شیطان تو میباشی، اما من پیروی تو نخواهم شد. تا حال صبر میکردم، لیکن دانسته گیر که صبرم تمام شده ایستاده است. اگر تابع شیطان شوم این دنیا را برایت تنگ میکنم. دانسته گیر. نجام میپرانم. من هم در همین فکر بودم که کپکی دویم کی به دام بیفتم. امر دهید تا او رو ببرم اکا. مگر تو از پای من میباشی؟ خدمت به شما مثل خدمت به وطن است اکا. من همیشه تیارم که با شما خدمت کنم. از پای کار خودت برو برادر، برو از پای کارت. گوش کنید اکا، آخر ما هم یک چیز نه یک چیز رو میدونیم. حادثه هایی که دیروز سر زده بود زیاد شده ایستادن. خیر مالش، بسیار خوب. روز تا ما هم کارمون رو کنیم برادر عزیز. مرا هم استفاده برید اکا، من تیارم. خدایا چه آدم است. برادر تو یگان کارو بر، زن و فرزند نداری؟ خدمت به وطن همیشه مهم است. بسیار خوب، اما زن و فرزندهایت منتظر نان میباشند. برادر عزیز، رو تا فایده‌ات با عائلت رسد. اکا، التماس موضوع رو دیگر نکنید. فردا در جنازه عزیزه این آدمان همه رو زیر خون میکنن. همیشه همین خیل میکنن. اول همه رو به کوچه میبرارن، بعد به مزار. فهما تشکین برادر، گفته‌ات رو به نظر میگیرم. اکا، سخنهای تشکونک را پس گوش نکنید. یک بار ششم هفتم سنتیبر رو به یاد بیارید. مادی مگ رو فکر کنید. یکمی مای رو فکر کنید. من اینها رو از هوا نمیگویم اکا. آنها ما رو نشت میکنن. اوی تاکسی، بس همه تیر میروی؟ میبخشید، من امروز کار نمیکنم. برای چی؟ مگر تاکسی نیستی؟
آیا تو میشدی در این خیل روز کار میکردی برادر؟ آیا بوی رو حس نمیکنی؟ شما چی هم میگوید؟ چی خیل بوی؟ بوی بلا، بوی خون. ها از آنجاها بوی بمب ها می آید. سلاح ها تیار کرده می شود. با تیردانه های سلاح ها تیرها انداخته می شود. آیا اینها را نمیشنوی؟ عجب گپایی میزنی؟ لیلا، لیلا، حالا چطور است لیلا؟ پلیدان خاین لیلا، چشمانت رو باز کن لیلا. من یکیت لیلا، التجا میکنم با خود بیا لیلا، با خود بیا. این صدای چیست؟ این صدای بمب است که کمی پس میترکد دیگه. برای تو برین آدم دامی عجایب است. باید تو این چیز را میفهمی. بازی نامرد، تو را با دستان خود پارا میکنم. در کجایی؟ به میدان برو نامرد. یکی تو که گپ زدن گیری وقت تمام شدن میگیرد. عاطف گوشی را بردار میگویند. زودتر عاطف. انا عاطف میسازم. سردارم در کجا ساختار شد؟ در حال آدمو ناروان کنم؟ این خیلی عاطف بمب میترکد. در حال مدد کن. بمب گفتید؟ وای در حال رقم نامگوهش رو گپ زده نکن. این خیلی بمب را هرگز ندیده بودم عاطف. در همه جای سیم‌های بسیار دارد. سردارم خصوصیت همه بمب‌ها یک خیلند. آنها از چند قسم عبارت میباشند. باید چیکار کنم آخر؟ خدایا مثل که در فیلم ها باشد. چی میگویی عاطف؟ سیم های وز خوننده را میبینید؟ بله میبینم. بسیار خوب یکی از آنها را ببرید. فهمیدم اما کدام از آنها را باید برم عاطف؟ اگه هیچ گپ نه یک تاش را برید. کبودش را میبرم عاطف. کبود بسیار خوب است. کبود یعنی که سیمی در کاری را میبرید. گفتنی بودم اکا. خدای عاطف تجهیزات دیگر خاموش نمیشود. این بمب کار میکنم عاطف. چیکار کنم عاطف؟ کدامش را برم؟ خدایا در این راه ناامید نکن. خدایا نمیشود عاطف نمیشود. چیکار کنم؟ اگر از سیم نباشد پس قالب را برارید. ولی بمب را از قالب جدا کنید. اگر از جایش برارید. بفکرم آخرین لحظه های عمرت را به سر ببری. خدایا یار بده. خدایا ناامید نکن. عاطف از جایش نمیبراید. قالب را برارید. اگر قالب را برارید. آخر نمیبراید. آخران 5 ثانیه. اگر شما در کجایید؟ اگه که التماس گپ زنید. خدایا مگر اگه که دست بمب نجات نیافت. اگه که التماس گپ زنید. آواز برارید اگه جان. آخیر آواز برارید اگه که. حالا توست آدمان تو همه رو نیست کردن. گفتم که بمب کفیده کرد. کی میداند که حالا یکی چند پاره شده است. از دختر باشد تماما گپ نیست. آفرین وظیفه نواد رو میدونی. در حال انجام باید رو جمع کنه بیا. خوب شده است که میایم. مرحمت خانم پیش. تشکر. اکا مرد.
اکم رفت وای بر حالمان. شما چه ها میگوید؟ پدرم مرده است؟ چی؟ آتیف آیا با آقای مسر اگه حادثه شد؟ چه خیلی آقای مسر خیری میگویم که اگه ایگی نابود شد اگه ایگی شوخی رو بس کن آتیف. بمب ترکیده کن. مهمان داریم بس کن. تو رو با او شناس میکنم. میدونی این کی است آتیف؟ آخر چه خیلی شخی اکا لیلا و اگه ایگید از درکشی بمب حلاک شده. اگه ایگید و لیلا ترکید؟ بله. با من یکون کاری نافتید پولی ما رو کم نکنن. یگان حرکتی ناجا نکن. دانسته باش که از این قدر مسافت بی خطا به هدف میرسم. تو چی خیلی خلاص شدی؟ به خدا خودم هم نفهمیدم. بمب ناگهان از خلاب خود بیرون درآمد و در دستی من ماند. من هم آن را به یک طرف پرتافتم و آن ترکید. از من چی میخواهی؟ آدم بر این ماشین را حی میکنی. این دختر را باید نجات دهیم. اگر این دختر مرد میدانم که با تو چی کار کنم. این را هم باید گویم که اگر این دختر نجات یابد هم باز با تو کار دیگر دارم. فهمیدی؟ کاری دیگر دارم. زودتر ماشین را حی کن. اکا ایگید مرده است. حالا ما چی کار میکنیم؟ یک دقیقه تو رو زنگ بزن. چی شد اکا؟ کمزه است. اکا ایگید مرده است. من بیارم چی کار میکنم؟ چی ها میگوی خیری؟ کی مرده است؟ اکا ایگید مرده است. رفت اکا ایگید رفت. حالا چی کار میکنه؟ آخر کی مرده است میگویم؟ اکا ایگید مرده است. خدا رحمتش کنه. بسیارم انسانی خوب. خیر مرده باشد چیکار کنیم خیری؟ جایش جنت شود. آمین اکا آمین. خیری من یک چیز را فهمیدم. اکا ایگید از نو زنده شده است و آمده کله تو رو میکند. خدا راضی هم اکا. تو میتوانی خاموش شوی خیری؟ حاضر تو با کی گپ میزنی؟ با اکا ایگید گپ میزنم. اگر با اکا ایگید که گپ زده باشی پس من کی هستم؟ در حقیقت راست مرا فریب نکردی؟ خیری من البته فریب کردم اما کمی پس آمده به تو نشان میدیم. عقلت را با جایش گیر خیری. فهمو اکا ایگید مرا عاطفی کل دروغ گفت. مرا ببخش اکنون چیکار کنم؟ لیلا وزین است خیری. در حال شعبه احیا را آماده کنید. اطاعت اکا آماده میکنیم. گمزن خیری اکا ایگید چی گفت؟ آیا نمرده است؟ ای عاطف اگر مرده باشد با من چه خیل گپ زد؟ گپ زده نمیتواند نمیخیل. با عقل هم باشه این عقل تو بجای کار نمیاد. خوب است اکا ایگید غمش رو نخور. آخر یک بمب با اکا ایگید چیکار کرده میتواند؟ تنها را پارا میکند. بله تنها پارا میکند. بله عاطف هر خیل سخن نکن دیگر. اکا ایگید لیلا رو نجات داده است. او را با اینجا میآورد. شوبه احیا رو زودتر آماده کنید. خوب شده است. آقای خیری با من پدرم رو نشان دهید. راست بگوید خانم راست. من همه شما رو به نزد آقای مسر میبرم. زودتر باشید. این دختری زیبا کی است؟ دختر آقای مسر میباشد. من نمیدانستم. پایدم در کجا بوده است؟ در افغانستان بوده است. او دکتر میباشد. ما رو کمی تنها گذارید. البته مرحمت.
падарҷон, баъд аз чандин сол рости гап тасаввур намекардам ки ин гуна вомехӯрем. аз вақте ки аз он бадӣ ҷудо шудем, падарҷон, иншолло ки фурсати аз шумо бахшиш пурсиданро ба ман медиҳед. духтур, аҳволи падарам чӣ хел аст? мутаассифона хонам. мехостам хабари хуш диҳам, аммо ҳар лаҳза метавонад ҳодисае рух диҳад. نشان ده وقتش اومده است. خوب شده سر میکنم. حالا تماشا کن. حاضرین محترم، با شما شخص تشکیل کننده سوءقصد خانم عزیزه را نشان میدیم. کی بود است آقای کیا؟ رفیقان، این سردار پلیسی که میبینید از مرگ خانم عزیزه جوابگوی است. یک ذره شرم و حیا نکرده، گویا که از این مرگ ناراحت است. مسخره بارانه باز به اینجا آمده است. رفیقان، اولا تعزیه خود را به خانم عزیزه رسانیدنی است. بعدم عاید حمله خانم عزیزه در حال حکم کردن این خطا می باشد. در بین حالا دلیل های انیق موجود نبوده، در حال همه را به گردن دینچیان زدن سفسطه می باشد. این سخنهای شما این را نشان میدهد که این عملی ناشایسته کاری گروه دینچیان نیست. با فکرم که چشمای شما نمیبینه. کمی سرت رو برداشته نگاه کن. انسانها را به سیفری تپه برده، در آنجا محکم کرده، حیاتی آنها را سوزاندید. آنها در آنجا میپوسند و قاتلهای دینچیان دست جنبانده از قفای ما سیر و گشت میکنند. شما رسما قاتلها را محافظت میکنید. آنها را به سوی ما پاش میکنید که حمله کنند. اما این را فراموش نکنید که شما عزیزه را کشتید، ما هزار عزیزه دیگر را زنده میکنید. آیا شما این دولت را کشلاق گمون کردید؟ وقتی که شما نبودید حجت‌های این دولت در دست اولادهای من بود. آقای خیا، خیلی سخنان مهم گفتید. یا با دیگه تکرار نمیکنید؟ آیا عیان نیست؟ پلیس برای قتل شخصی روشنفکر شخص قاتل را آزاد کرد. بر ضد این ایده‌ها چی میگوید آقای نجیب؟ ما با سخنهای آقای کیا آموخته شده ایم. خودشان خوب میدانند که سخنهایشان روی راست دروغ بوده، تهمت میباشد. ما کارمندان امنیت فرمان گرفته دستگیر میکنیم. برای آزاد کردن و محکم کردن اجازت نداریم. آن انسانها خودشان چگونه حمله کردند همشان را خوبتر نقل خواهند کرد. کار محکمه جنایت را آشکار کردن میباشد. این ساحه مخصوص است. در آنجا با آقای کیا یک شخص سلام علیک و بوسه کرد که شخصی بسیار مهمی باشد. شخصی که ویران کردن را میخواهد و فرمان دادن را میخواهد. باز از روی فرمان دادش مزد کار را هم او قرار میدهد. آن شخص پیش از رفرندوم لاف زده بود که این وطن احتیاج به سردار تروریستان و نیاز به عملیات ها دارد. این سخن ها را تمام خلق خوب میداند. چی گفتن است آقای نجیب؟ جنابان، در وقتش به هیلگران درست نظر کنید. این هیلگران داد و فریاد میزنند. مردم که از هیلگری آنها درست آگاهی ندارد به هر گفته آنها باور میکنند. حالا باشد آقای کیامینیک میگوید که به هیلگر نگاه کنید. دوستانش باشند او را دستگیری میکنند. آن شخصی معلومه که با آقای کیا بوسه کرد و سلام علیک کرد، قابلیتی دارد که دعواهایی که با نفع خودش است و انقره کوچانده در 4-5 روز مسئله ها را حل کند. دیلهایی را که از روی نسخه میخواند کارش آسان میکند. حالا باشد یکی از آنها تهمت میکند، دیگری به نوار گرفته او را پخش کرده داد و فریاد میزند. این شخص محترم باشد جنازه ها را برای اغواگری بسیار دوست میدارد. درد شخصانی که غرض های زیاد دارند میخواهند از اسلام استفاده کرده برای دیگران زمینه تیار بکنند. باز تکرار میکنم که
پلیس به اجازه حق دستگیر و آزاد کردن را ندارد. البته که نباید از هدف خودمان دور شویم. آیا حمله علیه خانم عزیزه عمل دینچان بود؟ یک سقیچ را اینقدر خواهیدن چه حاجت است؟ این را بگویید. انا دیدید در تشکیلات پلیس که ها کار میکنن. من بر این یک شخص بزرگ را در نزد خلق پس زده باز ایام دینچیان را محافظت میکنن. بله همین راست دینچیان علیه خانم عزیزه را نه محافظت کردم و نمیکنم. برای حل مسئله پلیس باید با تمام قوتش کار کند. شخص قاتل الکی معلوم شد. جناب کی بوده است قاتل؟ یک شخص مینوش، نشأمند و صاحب قمارخانه. یک شخصی که به نماز جمعه اصلا نمیرود. پس چگونه میتواند دینچی باشد؟ و همه شما معلومات میدهم و نوارها را نشان میدهم. حالا اگر این گونه انسانها را دینچی شماریم، حالان که آنها حملگران بر دین میباشند، کمی انصاف، کمی وجدان باید باشد. میگویم که این حمله آشکارا برای اخواندازی بود. وقت آمده است که صدایتون را بلند کنید. نترسید بلکه ترسانید. مانده نشوید بلکه آنها را مانده کنید. این حکومت تاری فکر را به خاک یکسان کردن میتوانیم. تا حال مثل کیمینیک شخصی رو ندیدم در راه دعوا که اینقدر با آسانی مردم را راه بلدی کرده. کدام وقتی که خواهد آنها را به خیابانها برارد، میخواستگی وقت به دستشان سلاح داده انسانها را قتل کند. راست میگوید جناب، اما کمی از حد گذراند. سفسطه میگوید. باز چی شد؟ باز در تلویزیون برآمد کرده میگوید که من در پس انقلاب 27 می هستم. اگر لازم شود با 30 مراتب دیگر برآمد میکنم. خیلی چی؟ اما در دوام سخنش میگوید که جماعت گروه تروریستان را به خاک یکسان کرد. آیا ناحق میباشد؟ جناب حق است. از یک طرف گروه تروریستان را غمگین کرد و از دیگر طرف باشد میگوید که عضوهای ارکان کاندو باید وکیل مجلس عالی شوند، گنرال شوند، حاضرال و مجلس در آمده پشتیبان این دعوا شود. آیا همه سخنها را در برآمدش گفت؟ آنها اینقدر باشد خوب است. علاوه بر این میگوید که من اتاترکچو هستم. راست میگویی، از حدی بد گذرانده است. خیر، تا انتخابات او را استفاده میبریم بعد نابود میکنیم. این آدم 50 سال وظیفه تبادلاتگریش را خوب انجام داد، باز هم خوب صبر کرد. آیا یک انسان میتواند که هم کارمند نظریوی گروه تروریست ها و گروه حزبی راست شود و هم مشاور گروه ارکان کاندو؟ این کار این خیل نمی شود. به عقل انسان راست نمی آید. طرز کارهایش کمی کهنه شده است، اما به هر حال به کار می آید. نباشد حالا چی کار میکنیم؟ مردم را به سخنهای سحرناکش به هیجان می آورد. با مثل 1 می سال 1977 گوی بسیار هم چیزای وزنی خواهد شد. هوا مثل تیر وزنین می شود. میتودش کهنه است، اما در میدان سیاست حالا هم فعال می باشد. بسیار خوب. طرفداران دینداران وقتی که معاصران را و روشن فکران را حمله میکنند، پس حمله ما باید چه شود بیکس؟ در ماه مرد گروه تروریستان عملیات را آغاز میکنند. در شهرهای کلان هر روز صدها میمیرند و زخمدار خواهند شد. در انتخابات هدفم دیگر نامزدها را زیر غرق خون گرداندن است. مردم که اینقدر خون زیاد را بینند، پس منتظر یگان نجات دهنده میشوند. عملیات کلاسیکی و سناریو به کار آغاز میکند. اما تا به کرسی سروزیر نشستن من یک پرابلم می باشد. چیست؟ دعواهایی که در حق من هستند. روزی محکمه نزدیک شده ایستاده است. خصوصا دادستان زکی یحیی برای مرا در سیوری تپه دیدن جانش را می دهد. اگر او تو را در محکمه سیوری تپه دیدن خواهد، من تو را در مجلس انقره دیدن می خواهم. آیا دستی کی دراز هست؟
البته که از شما. این خیل که باشد پروا نکن. کار مواد مخدر، دزدی انسانها، قاچاقچی سلاح‌ها و فروش ارگان‌ها در نزد عمل‌های تو بازیچه میباشند. تو در این مسئله تماما فکر نکن. چی کار میکنید؟ دلیل‌های در محکمه بوده تو را در راه نیست میکنم. اگر دلیل‌هایت را که نیابند پس خیل تو را به دادستان میکشند. از شما بسیار قرض دارم. کنی یک سروزیر شو، با فایزش همش را میگردانیم. بله همین دولت راست ما فقط بیچار را نمی‌فهمیم. رفیقان خطای کلان میکنید. با تمام حسیاتم من هم شریک غم و غصه شما میباشم. التماس آرام شوید. آنهایی که حمله علیه خانم عزیزه کردند میخواهند که شما را به خیابانها برآورده در این دولت اغوا اندازند. التماس بازیچه آنها نشوید. التماس زیر قبقان آنها نروید. آرام شوید. آرامانه اعتراضهایتان را گذرانیده پراکنده شوید. خواهش دارم. به گفته‌های این پلیسی پسمانده گوش نکنید. برایش نگرید چگونه از تهدید شادی و خرسندی میکند. این حکومت رو البته به خاک یکسان میکنیم. بیایید به بینای حزب اقتدار میرویم. بلندتر داد زنید. بلندتر. آفرین بلندتر. نترسید از اینها. بلندتر داد زنید. بیایید. آزادی آخرین پناهبری ما میباشد. خود را قربان تاریک فکرها نمیکنیم. زودتر نیست با تاریک فکرها. نیست با فشیست های دینچی. نیست با تاریک فکرها. نیست با فشیستان دینچی. گپ زن دوستم. فهمو ما حرکت میکنیم. رفیقان وقتش آمد. خب گروه آدمان از این کوچه به راه برآمدند. در مدتی نزدیک به اینجا خواهند رسید. حالا ما در بالای بینای اینجا بوده سخنرانی میکنیم و از آنجا دور و دراز کسی که آمد میپرونیم. تیری خالی نپرونید. در یک مدتی کم باید بسیار ضرر رسانیم. فهمیدید؟ فهمو. خوب نباشد میرویم. برادری در تهخانه بودن آمد. حالا وقت انتظار شدن نداریم. خوب شده است اگر زودتر آماده شویم. گوش کنید. این کاری کردهتان غیر قانونی است. برادران مرا مجبور نکنید که شما را پیشگیری کنیم. گردی همایی را گذراندید. حالا التماس پراکنده شوید. که من تو گفته بودم که این حادثه عادی نخواهد شد. ای برادر تو درد سر من شدی. التماس مرا به حال خودم گذار. اگر گوش کنید تنها آگاهی میکنم که این کار را آینده چطاق میشود. رو از اینجا. نیازی اینجا بیا. تو را اصلا داد کن. این کیست سردار؟ شناس کنم. تشکین اکر. از این پس امانت تو می باشد. گرفته و راست اینجا دور کن. هر چیز زودتر. زودتر. برادران یا برادر ما که کارا ما رو کنیم تا هم مانع ما نشو بیا. من مانع نمیشم. من مشکلی نمیکنم بلکه آسانی میارم. خوب شد. حالا باشد از اینجا ما را گوش کنید آقای مامور. در یکمی مای هم همین حادثه رخ داده بود. مایلش این روزم عیناً همین حادثه شد. از اینجا نزدیکتر. باز چی گویم؟ رو از اینجا. رو از اینجا. تو گپ را نمیفهمی چی؟ اکا با بالای بام ها نگاه کنید. خدا نشانه دهد یگان کس برآمده نپراند. احتیاط شوید. یک تیر را هم به هدف نپرانید. زهردار کنید، بکشید، بزنید. همه زیر خون شود. کنی شما را بینم همه جایهایش را گیرد. شما با پایان. شما باشد به این طرف. زود باشید. گوش کن برادر. با تاکسی از سوار شدن از اینجا زودتر رو. هی کردن رو از اینجا. اکا مرا گوش کنید. خونریزی زیاد می شود.
ای خدایا طاقتم تاق شد. رفت تو از اینجا. رو آنم مشتری آمد. من این خاله رو گرفته با جای در کاریش گرفته ببر. کنی خاله جون. مایل شکر. خاله با کجا میره؟ تو کجا بالا پسرم، پای هایم درد میکنم، مرا میبری؟ مایلش خاله. خدا رو شکر که مسافه خونه اتون قریب است. من هم فکر کردم که قریب هست و مرا نمیبری. یکمین راننده میباشد که در مسافه قریب خرسان میشود. ای خدا مرحبا رفت. ای سوار شد. انا بهتر سوار شد خاله جان. بهتر. در طرف است. راه رو کشاید زودتر. خدا شفا دهد زودتر. سلامتی چی کلد؟ خیری زودتر. حالا سوال ندی آروم باش. زودتر راه رو کشاید بگویم. زودتر بگویم. زودتر باشد زودتر. زودتر باشد دکتر. زودتر باشد. با این دختر چی شد؟ بی‌شرفان به او مواد مخدر دادند. بسیار بد است. چی باید کرد دکتر؟ سلامتیش بسیار بد میباشد. با یگان بیمارخانه دیگر بردن. بسیار تنگ است. التماس یگان کار کنید دکتر جان. نمیخوام که او رو خطا طبابت کنم. با یگان بیمارخانه خود چی گپ شده باشد؟ چی گپ شد؟ نمیدونم. گفتم کو با یگان بیمارخانه دیگر بردن. گوش کن دکتر. در بیرون یک چند قاتل در قصد کشتن این دختر میباشند. او را با بیرون بردن نمیتوانم. بیمار چی درد دارد؟ او مواد مخدر داده. من طبابت میکنم، در اینجا ایستد. یک دقیقه شما کیستید؟ من دکتر هستم، طبیب شخصانی گرفتاری این گونه بیماری ها میباشم. ایستید. من شما را بار اول میبینم. که خانم شیم است، دختر آقای مسخر. منتظر او بریم. این طور باشد لیلا را به شما امانت میگذارم. و برای من بسیار عزیز است. مثل پدری شما. التماس تمام کوشش و هنرتون را هرچی که از دستم آید میکنم. در اینجا خواهرم همه از امکانیت های خود بیشتر عمل میکنم. فری با من بیا. آکا با کجا میرویم؟ در حضور دادگاه یک آدم هست. ما را به جای عملیات کلان میبرد. بچه ها را گرفته از پس من بیاد. گوش کن. اگر در حال مکانی و تاز را به من نشانه دهی، اندیشه نکرده مغز سرت را پاش میدهم. پارا کن اکا. پارا کن. احمق. پارا کردن و کشتن چیزی نیست. اگر تو همین را میخواهی بکش نیست. مرا پارا کن. بکش نیست. چی ساده بکش. فهمم. تو هم مثل من بوده ای. این طور باشد شرط نامه میبندیم. تو از من چی میخواهی؟ شرطت را گپ زن. این خلگوی راه خوب است. خوش. مرحبا. پسرم به من یاریدی. جمعدون رو حالا من کار دارم. وظیفه مخفی دارم. از حیات هزاران انسان ها جوابگوی میباشم. باز این ماشین را در مابین راه ماندن نمیتوانم. ای پسرم یک جمعدون است. 2 دقیقه وقتت رو میگیرم. خدایا چیکار کنم؟ خدایا با من یگان اشاره ده. هر وقتت رو نگیر. یک بار خوبی میکنی و 40 بار منت. خدایا فهمیدم. اشاره را گرفتم. خاله شما در چند ماشین؟ آشیانه از همه بالا پسرم. رحمتی امکا در بلندی نشستن را دست می داشت. می گفت که آدم ها مثل حشرات ها می نمایند. حالا در زیر خاک خوابیده است. وقتی ما هم که تمام شد به آنجا می رویم. راست میگی خاله. تمام خاله. تشکر پسرم. سلامت باشید. سلامت باش. در اینجا چیکار میکنن؟ اینا کی باشن؟
آتش چیست؟ اوی فیرو شده ایستاد در اینجا. آقای نجیب حالا شما به سخنهای تشکیل نکر گوش ندید. خدا این خود را دونسته با من روان کرد. تشکیل نکر گپ میزند. گوش کنید. هوشیار باشید. مثل لاشخورا در بالای آشیانه ها جمع شدند. در دستشان سلاح ها عیناً مثل یکمی مای سال 1970. تو باز چی ها میگوی تشکیل؟ بینید یک بار به بالای آشیانه ها نظر کنید. پیشگیری کنید نباشد خلقی زیاد هلاک می شود. دردی سرطان می شود. اما این آدمو کی آیند؟ در کدام بنا می باشی؟ زودتر گپ زن. این آدمو کی آیند؟ الو تشکیل گپ زن. ای آدم زبانت را فرو برده چی؟ الو سردارم کی زن؟ تاکسی چی؟ سلاح میگوید، بالای آشیانه میگوید، آدم میگوید. آماده شوید. یک دقیقه پس تیرپرانی آغاز می‌یابد. هوایی هیچگاه نپرانید. چقدر مرده زیاد شود همان قدر پول زیاد می‌شود. فراموش نکنید یک مرده $1000 است. آدم امروز خیلی زیاد برمارد. خیلی زیاد. یزید آدم های در بالای بمبوده را دیدید؟ سلاح دارم. آخرین چکار میکنید سردارم؟ که این با ماهی را فرماندن بود نازی. اکنون چکار میکنید؟ نمیدانم نیازی. اما این مراتبه با گمانی که بسیار بهتر بود.